مقامات نیم‌مختار کردهای سوریه روز دوشنبه 25 یولی سال 2022 در مجموع 146 زن و کودک جنگجویان تاجیک سازمان داعش را به تاجیکستان سپردند. فنرکیت نماینده کردهای سوریه به خبرگزاری فرانس پرس گفت ما 42 زن و 104 کودک را که در اردوگاه‌های الحفظ و روش قرار داشتند به سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده سپردیم. اینها زنانی بودند که یگان جنایت صادر نکردند و در عملهای تروریسم در شمال و شرق سوریه دست نداشتند. زبیدالله زبیدزاده در نشست خبری بخشیده به سپردن این زنان و کودکان گفت حکومت تاجیکستان چند وقت باز برای پیدا کردن راهها به وطن برگردانیدن این شهروندانش تلاش داشت. بنا به اطلاع فرانس پرس نیروهای کرد 146 زن و کودک تاجیک را به اتوبوس‌ها بار کرده به فرودگاه قمیشلی آوردند. به مشاهده خبرنگاران زنها لباس‌های سیاه در تن داشته، برخی کودکان نیز در سر حجاب و نقاب داشتند. بعد شکست به نام خلافت داعش در سوریه و عراق در سال 2019 جامعه جهان به مشکلی به وطنهایشان برگردانیدن اعضای عائله‌های جنگجویان این سازمان روبرو شد. برخی کشورها برای برگردانیدن شهروندانشان که در سوریه و عراق به صف گروه‌های افراطی و تروریستی همراه شدند زیاد میل نداشتند. به حساب دیدبان حقوق بشر در اردوگاه‌ها و محبس‌های واقع در شمال و شرق سوریه بیش از 41,000 خارجی اکثرا کودکان تا سن 12 چندین سال باز با گمان عمدستی در فعالیت‌های داعش نگاه داشته می‌شوند. مقامات رسمی تاجیک تا کنون خبر رهایی 146 زن و کودک تاجیک از اسارت در سوریه را رسما شرح ندادند. طوری قبلا خبر دادیم سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده روز 21 یولی سال 2022 در شهر دمشق پایتخت سوریه با مقام‌های بلندپایه این کشور از جمله با معاون پرزیدنت جمهوری عربی سوریه اوید به مسائل امنیتی رهبر دفتر امنیت ملی کشور جنرال علی مملوک و معاون یکم وزیر کارهای خارجه و مهاجرین جمهوری عربی سوریه بشر جعفری مسئله به وطن برگردانیدن صدها شهروند تاجیک را از اردوگاه‌های این کشور بررسی کرده بود.